با سلام و احترام خدمت همه همراهان عزیز و علاقمندان حوزه تریدینگ. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی ممنونم از شما که چنل ما رو سابسکرایب کردید برای اینکه از ویدیوهای آتی ما مطلع بشید. نوتیفیکیشن رو فعال بکنید. در این ویدیو قصد داریم نحوه ساخت و چیدمان ورک اسپیس رو توی پلتفرم نینجا تریدر با هم دیگه کار بکنیم و ببینیم که به چه شکلی ما میتونیم این پلتفرم ورک اسپیسی رو برای خودمون درست بکنیم، محیط کاری رو برای خودمون درست بکنیم که مختص اون اینسترومنتی باشه که ما کار میکنیم و هر بار که پلتفرم رو میبندیم و دوباره باز میکنیم دیگه از نو نریم سراغ چارت که دوباره تایم فریم ها رو لود بکنیم، ابزارها و ایندیکیتورها رو لود بکنیم و برای خودمون چارت ها رو دونه دونه باز بکنیم و همه اینها به صورت آماده توی ورک اسپیس ذخیره بشن و بعد اینکه ما اون ورک اسپیس خودمون رو، اون میز کار خودمون رو انتخاب کردیم، همه این پنجره ها با ابزارها و اندیکاتورهایی که دارن توی صفحه ما ظاهر بشن. بریم سراغ این مسئله، ببینیم که به چه شکلی میتونیم این کار رو انجام بدیم. ولی قبل اینکه ما بریم سراغ ساخت ورک اسپیس، چند تا نکته در مورد چارت و قابلیت های اون چارت توی نینجا تریدر هستش که باید با هم دیگه صحبت بکنیم. بعد از اینکه ما دیتای خودمون رو متصل کردیم و به دیتا، حالا من به دیتای ریتمیک متصل هستم، متصل شدیم، ما میتونیم یک چارتی رو بازگشایی بکنیم. از منوی نیو قسمت چارت و اینسترومنت خودمون رو انتخاب میکنیم. دیتایی که ما داریم برای فیوچرز شیکاگو هستش. ما میتونیم بیایم سربرگ فیوچرز و اینسترومنت مد نظر خودمون رو انتخاب کنیم، مثلا کرود آیل رو انتخاب بکنیم یا همون نفت رو انتخاب بکنیم. یک تایم فریمی رو براش انتخاب میکنیم، مثلا همون 1 دقیقه به اندازه 5 روز یا مثلا به اندازه 3 روز میخوایم این رو بازگشایی بکنیم. این چارت رو ما بازگشایی میکنیم. میبینید که چارت ما اینسترومنت رو در این کادر مینویسه اینسترومنت نفت یا CL به قرارداد تاریخ انقضای ژانویه 2026 و اینجا هم اینتروالش هستش، یعنی اون تایم فریمش هستش که تایم فریم 1 دقیقه‌ایه که همونطور که مستحضر هستید هر کدوم از کندل های ما 1 دقیقه رو تشکیل میدن. خب یک چارت دیگری هم اینجا باید بازگشایی بکنیم که این مسئله رو با هم دیگه یاد بگیریم. ما میریم سراغ همین اینسترومنت و این بار تایم فریم 5 دقیقه‌ای رو باز میکنیم، یعنی هر کدوم از کندل های ما 5 دقیقه به طور بیانجامه و مثلا این رو هم همین 5 روزه بازگشایی میکنیم. این هم چارت 5 دقیقه‌ای ما و این پنل اصلی رو من از اینجا دور میکنم. با هم دیگه بریم سراغ این چارت ها و ببینیم که چه شکلی باید اینها رو با هم دیگه لینک بکنیم. ببینید عزیزان، خیلی موقع ها ما تو یک اینسترومنت کار میکنیم و یک اینسترومنت دومی هم داریم که میخوایم اون رو هم واچ بکنیم، ببینیم که در لحظه اون به چه شکلی داره رفتار میکنه. آیا به ستاپ ما رسیده؟ اگه به ستاپ ما رسیده میخواد تاییدیه بده یا خیر؟ پس برای این کار خیلی زمانبری هستش که من دونه دونه بیام این چارت ها رو ببندم، دونه دونه برم دوباره اینسترومنت دیگری رو برای هر تایم فریم چارتش رو باز بکنم، اندیکاتورش رو اضافه بکنم یا حتی تمپلیتش رو اضافه بکنم و بیام اینجا دنبال حالا سیگنالی بگردم، ستاپی بگردم. این زمانبر هست و حالا اگه من این کار رو هم انجام ندم، حتی من بگم خب زمان کلوز کردن این پنجره ها رو از خودم حذفش بکنم، اینا رو نبندم و برم سراغ اینسترومنت جدید اونها رو هم باز بکنم و همزمان اینها رو داشته باشم، خب میدونید که این چارت ها وقتی که دیتا رو دارم میخونم و مخصوصا اندیکاتورهای لول 2 لول 3 رو روشون سوار میکنیم که برن آنالایز بکنن دیتا رو، سنگین میشن. پس این همزمان باز کردن هم ما میتونیم اینجا بذاریم کنار. پس چیکار بکنیم که در لحظه اینها عوض بشن؟ بیایم چارت ها رو لینک بکنیم. تنها با یک کلیک همه اینسترومنت های ما تو همه چارت های ما
همون اینسترومنتی بشن که ما انتخاب کردیم. ببینید عزیزان، اینجا ما دو تا گزینه داریم بالای چارت. یکی نوشته اینتروال لینک، یعنی شما تایم فریم رو لینک میکنید تو این چارت با چارت های دیگه‌تون که میخوایم مارکش بکنید. دومی نوشته اینسترومنت لینک، یعنی اینسترومنت ها رو به هم دیگه متصل میکنید تو چارت هایی که حالا میخواین مارکش بکنید. مثلا من همینجا یه دونه چارت دارم، چارت نفت، تایم فریم 1 دقیقه‌ای. یه دونه هم دوباره چارت نفت دارم، تایم فریم 5 دقیقه‌ای. این رو هم من میتونم حالا always on top بزنم که هر دو تا تایم فریم دیده بشه. من میخوام اینسترومنت رو لینک بکنم و هر بار که خواستم اینسترومنت هم رو عوض بکنم دوباره نیام سراغ همه چارت ها و اینسترومنت هاش رو عوض بکنم، چون بعضا ما توی سبک خودمون 5 تا 6 تا چارت باز داریم یا حتی بیشتر چارت باز داریم که ابزارهامون رو روش لود کردیم و داریم استفاده میکنیم و این زمان بر نباشه. پس میام اینسترومنتم رو لینک میکنم. مثلا میگم به این پنجرم من اینسترومنتم رو لینک میکنم، یک مارکی میدم، مثلا مارک رد رو به این تخصیص میدم و همینجا تو این چارت چون من میخوام این اینسترومنت با این اینسترومنت با همدیگه لینک بشن، اینجا هم باید بیام به سربرگ اینسترومنت لینک و این رو هم همون مارکی رو که اینجا قرار دادم استفاده بکنم. پس اینجا هم رد. حالا اگه من توی کدوم از اینها اینسترومنت هم رو تغییر بدم، تو یکی هم اینسترومنت به راحتی تغییر پیدا میکنه. اینجا من اینسترومنت هم رو تبدیل میکنم به SMP و باید اینجا هم این CL SMP باشه. میبینید تایم فریم همون جا موند ولی اینسترومنت تغییر پیدا کرد. پس این میشه اینسترومنت لینک ما. حالا یه گزینه دیگه بود اینتروال لینک. این به ما چی میگه؟ حالا اینها رو از مارک در بیاریم بریم سراغ اون. ببینید عزیزان، ما اگه چند اینسترومنت بخوایم کار بکنیم بعضا چون ستاپ های خودمون رو بالاخره توی یک چارت منظمی میچینیم، مثلا ما ولوم تریدرها میایم چارت اصلیمون و نقشه راهمون چارت 1 ساعته هستش، میخوایم تو اون اینسترومنت هایی که ما میخوایم کار بکنیم اون تایم فریم ها یکی باشه. یعنی من میخوام چارت 1 ساعته رو تو نفت ببینم، همون لحظه میخوام چارت 1 ساعته S&P رو هم ببینم، چارت 1 ساعته طلا رو هم ببینم، یورو رو هم ببینم کدومش داره به ستاپ من نزدیک میشه بر اساس استراتژیم. حالا وقتی که رسید اونجا تایم فریم من رو تغییر بدم، یعنی برم مثلا از 5 دقیقه تاییدیه بگیرم، برم سراغ 1 دقیقه تاییدیه بگیرم. این بار باید چیکار بکنم؟ این بار باید بیام اینتروال خودم رو لینک بکنم. پس من از یک اینسترومنت میتونم یک چارت دیگری هم باز بکنم. مثلا یک اینسترومنتی دارم، نفت رو باز کردم، حالا S&P رو باز کردم، حالا من میخوام یک چارت نفت هم باز بکنم. اینجا این چارت نفتم رو 1 دقیقه باز میکنم و این هم چارت نفت من 1 دقیقه، S&P من 1 دقیقه. این رو always on top میکنم، بهش نگاه میکنم. من میخوام اینجا حالا تایم فریم رو لینک بکنم به هم دیگه. میام سراغ اینتروال لینک، یک مارکی رو بهش قرار میدم و اینجا هم باید همون مارک رو، همون رنگ رو بهش اختصاص بدم. حالا اگه من اینتروال یکی از این اینسترومنت ها رو حالا یا CL رو یا ES رو تغییر بدم، باید اون یکی هم تغییر پیدا بکنه. یعنی من میخوام از تایم فریم 1 دقیقه سویچ بکنم برم سراغ تایم فریم 5 دقیقه. توی کدوم از اینها 5 دقیقه رو انتخاب میکنم، تو اون یکی هم 5 دقیقه به صورت اتومات انتخاب میشه. این هم میشه لینک کردن اینتروال ها یا همون تایم فریم های دو تا چارت به هم دیگه. خب حالا بریم سراغ موضوع اصلی که لینک کردن تموم شد و ورک اسپیس رو چطوری بسازیم. حالا ورک اسپیس چی هستش عزیزان؟ ما مثلا یا یک مانیتورمون رو باید اختصاص بدیم به چند تا تایم فریم، یا عزیزانی که توی حوزه ولوم تریدینگ دارن کار میکنن اکثرا چند تا مانیتور دارن که به سیستمشون متصل کردن و
تو هر کدوم از مانیتورهاشون یا تو یک جایی یک بخشی از مانیتورشون میخوان یک چارت رو همیشه دائما اونجا ببینن. این چشمشون عادت کرده که مثلا تو یک مانیتوری که حالا یک جایی از میز کارشون قرار دادن یک اینسترومنت با یک تایم فریم خاص رو همیشه اونجا ببینن، هر روز اونجا باز بشه. یا مثلا من اومدم اینجا همین انگار 4 تا مانیتور دارم، میخوام این مانیتورم رو تقسیم بکنم به 4 مانیتور، 2 تا و 4 تا. من 4 تا مانیتور دارم، یا این مانیتورم رو تقسیم بر 4 تا بخش کردم و میخوام همیشه مثلا تو این بخش از اینسترومنت هم چارت H1 رو ببینم، اینجا چارت M5 رو ببینم، اینجا چارت M1 رو ببینم، یا مثلا اینجا عزیزانی که وروم تریدینگ کار میکنن چارت های رنج داریم، چارت رنج رو ببینم. چی کار بکنیم که همیشه اولا چارت های ما ذخیره بشه با ابزارهامون، دوما اینکه جاشون تغییر پیدا نکنه. من وقتی که پلتفرم رو اومدم باز کردم و میخوام امروز ترید بکنم، پنل اصلیم رو باز کردم، با انتخاب یک ورک اسپیس همه چارت های من اونجوری که خودم چیدم بیان خیلی راحت بشینن تو اون منطقه‌ای که من بهش اختصاص دادم. مثلا اینجا که من دنبال چارت H1 هستم همیشه اینجا H1 بشینه. برای این کار ما میتونیم حالا مانیتورم رو دوباره من اختصاص بدم، تقسیم بکنم، بریم سراغ ورک اسپیس چیدن. مثلا من اینجا 4 تا مانیتور دارم، یا این مانیتورم به 4 بخش تقسیم شده. حالا ورک اسپیس چطوری بسازیم؟ ببینید عزیزان، اینجا ما تو پنل اصلی نینجا تریدر یک گزینه منویی داریم به نام ورک اسپیس. ورک اسپیس رو کلیک میکنید، روی نیو کلیک میکنید. مثلا من میخوام ورک اسپیسی رو درست کنم برای همون اینسترومنت نفتی که با هم دیگه صحبت کردیم، کروت اویل، و این رو اوکی میکنیم. یک ورک اسپیسی برای ما درست شد با همون نامی که ما میخوایم. حالا میتونیم چارت های خودمون رو تقسیم بندی بکنیم. مثلا یک بار تایم ساعتی رو باز بکنیم به اندازه مثلا 10 روز. تمپلیتی رو براش اختصاص بدیم یا ابزاری رو از منوی ایندیکیتورها بیاریم. میتونید ابزار بهش اضافه کنید، تمپلیت خاص خودتون رو اضافه کنید و در جایی که براش اختصاص دادید این چارت رو قرار بدید. چارت اینسترومنت نفت با تایم فریم 60 دقیقه. دومین مورد از این اینسترومنت چارت 5 دقیقه رو من میخوام مثلا باز بکنم با یک حالا ابزاری. من یک تمپلیتی رو بهش اختصاص میدم و حتی میتونم بهش ابزار اختصاص بدم. از منوی ایندیکیتورها یک ابزاری رو براش انتخاب بکنم. مثلا من میخوام برای تایم فریم 5 دقیقه ایم ابزار اختصاصی اکشن انجین رو اختصاص بدم. خب یک چارت 1 دقیقه‌ای هم بهش نیاز داریم. مثلا چارت 1 دقیقه‌ای هم میتونم من بازگشایی بکنم. حالا مدت روزش رو، اون تمپلیتش رو، ابزارش رو میتونید خودتون انتخاب بکنید. اون ابزار و تمپلیتی که مد نظرتون هست رو براش انتخاب بکنید. خب پس من یک ورک اسپیسی الان درست کردم برای 3 تا مانیتورم، یا یک مانیتوری که به 3 بخش تقسیم کردم و جایگذاریشم به این شکله. سمت بالا و سمت چپش چارت 1 ساعته این اینسترومنت رو دارم، پایین هم یک چارت تاییدیه دارم و یک چارت ستاپ دارم. حالا من این اینسترومنت ها و این ورک اسپیس رو باید سیو بکنم. میام منوی ورک اسپیس، اینسترومنتی که باز هست رو سیو میکنم. خب من یک اینسترومنت خام هم داشتم اول کار. این اینسترومنت خام انگار من یک بار پلتفرم رو بستم دوباره باز کردم، اینجوری ظاهر شده. تنها اون منوی اصلی پلتفرمم بالا اومده و هیچ چارتی رو ندارم. حالا من میخوام برم سراغ همون ورک اسپیسی که اینسترومنت نف رو داشتم با همون تمپلیت ها، با همون ابزارها و با همون جایگذاری که انجام داده بودم.
ورک اسپیس رو دوباره انتخاب میکنم، تمپلیت هم یا ورک اسپیس هم رو باز میکنم. همه اون چارت ها در همون جایی که من ذخیره کرده بودم با همون ابزار و تمپلیتی که من ذخیره کرده بودم میتونن لود بشن و کار من رو راحت تر بکنم. خب عزیزان، تا اینجا ساخت ورک اسپیس رو با هم دیگه یاد گرفتیم، سیو کردنش رو یاد گرفتیم و حالا میخوایم این ورک اسپیسمون رو ببندیم، پلتفرممون رو ببندیم و حالا یا یک ورک اسپیس دیگری رو باز بکنیم. حالا باید چیکار بکنیم؟ اینجا باید توجه بکنید که اگه شما هر تغییراتی بعد از باز کردن ورک اسپیستون توی ورک اسپیستون انجام بدید، تمپلیتی اضافه بکنید، اندیکاتوری رو حذف بکنید یا اضافه بکنید بهش، اگه ورک اسپیستون رو سیو بکنید اون تنظیمات هم بهش اضافه میشه. پس اگه میخواین تنظیماتی که امروز اومدید پای چارت، ورک اسپیستون رو استفاده کردید، ترید هایی رو انجام دادید، این تغییرات توی ورک اسپیستون انجام نشه، توی بستن ورک اسپیس نباید سیوش بکنید و صرفا کلوز رو بزنید و ما میتونیم اینجا بریم سراغ ورک اسپیسمون و کلوز رو انجام بدیم. اینجا ما میایم سراغ ورک اسپیسمون، میخوایم از ورک اسپیسی که ساختیم کرود اویل اینجا خارج بشیم، بریم سراغ یک ورک اسپیس دیگری. اینجا میدونیم دیگه سیو رو انجام داده بودیم و حالا میخوایم کلوز بکنیم. کلوز رو میزنیم. اگه میخوایم تغییراتمون اعمال بشه و بسته بشه باید یس رو بزنیم. اگه نمیخوایم تغییراتمون اعمال بشه و همون تنظیمات قبلی بمونه و این ورک اسپیس بسته بشه، نو رو میزنیم و ورک اسپیسمون رو میبندیم. من میخوام این تغییراتی که انجام دادم اعمال نشه، همون ورک اسپیس اولیه هم باقی بمونه، پس نو رو میزنم و این ورک اسپیس هم رو میبندم. به این شکل من میتونم از ورک اسپیس استفاده بکنم. امیدوارم همیشه موفق و همیشه پرسود